کارش تموم شد. شکست رفقا سلام، حالتون چطوره؟ اومدیم با قسمت سوم از چالش کارت خطر. بس دیگه خسته شدی برو دیگه. شغاله هم خوابیدن. چه ربطی داره؟ اون زمانی که بازوی من خوابید کنه اون زمانی که داشتید لباس زنونه تنم میکردید کپتما که برم فکر اینجاشم باید میکردید ما بعد انتقامتو بگیرید. نگاه کن با من چیکار کرد، هنوز جاش درد میکنه. آقا ساعت هنوز چیزی شدی 12:30 شب لاتاس نشید. چپت گل بزرگمی. یه خالی دیگه بچه‌ها یه لحظه برش کن. اگه بگی گل کدومه بازی ادامه میده. تموم شد رفت بود. گل داشتی که ولی چقدر سنگین بازی. چالش اولی که قراره بریم یه چالش هدفگیری خیلی ساده است. آقا یه گل بدید دوباره دوام‌موقعی صورتی چیزی هدف کجاست؟ بابا من یه داده آقا چالش اولی که قراره بریم یه چالش هدفگیری خیلی ساده است. کارتا رو پخش میکنم طبق روال. کسی که کارت خطر بهش میفته 2 نفرم باید چالش رو برن. کارتا رو نکن دیگه. راست گله. من حس می‌کنم من ناهار بهمون دادیم. بده فقط از همون کار که گلم نمیره. این گل چرا کارت شد؟ این گل دیگه. با زدن آقا چنل یوتیوب بازرگان لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم آقا هم دو ضربات اینا که نده میشه. من همون که بوده. صورتش هم برام می‌چرخه. ببین نه خوابه بده به من یه بار. کارگر A few moments later. آقا یه دقیقه آروم باشی. تو آینده هر کی کارت خودش رو 3 2 1 من واقعا توان ندارم. نه خسته نباشید. هیچ کی برو دیگه. خسته نباشید. خیلی آقا دریای سلامات. الله مامان استرس تو چهرهت موج میزنه یا استرس تو چهره منم موج میزنه. تصلا بخوره به من. امتحانی ها محمد. نه امتحانی نداریم بابا. دستم بیاد قلقه. استرس رو میخوام صورتش ببینم. استرس این امتحانیه. مامان خدا وکیلی من داداش تمام سعیمو کردم لباس. داداش استرس رو تو چشات ببینم. وای ببینم فرشی دعوا گفتم 3 تا گل برو برداشت. بیا بشین. نه جدی خوب میزنم. باید اینو نخواه بذاری. نوبت منه نفری دو استرس بود یا نه؟ اگه نبود از اول بگیر. تو چه وقت در دو نشستی اونجا؟ یه دور دیگه باید بشینه. نیفته. هر کاری کنه پس میگیره. وای بگی صورتی میخواد بزنه. خدا شاهده محرامی آخریمه؟ آره جنبه داری؟ نه. استرس رو دیدین چشاش کنه. خدایی دارم محکم بزنم دیگه. بچه‌ها چالش بعدی نه درد داره نه اذیت داره، هیچ چیزی قراره یه جا بشینید به لذتتون رو ببرید. دانه چیه؟ به نظرم میخوای؟
چالش بعدی به خاطر اینکه زمانمون محدوده، میکاپ آرتیستمون و ناخونکارمون دارن میرن باید سریع بگیریم. حالا چالش چیه؟ فکر کنم متوجه شدید دیگه. چالش چالشتون اینه که باید یک نفر ناخون بکاره، 2 نفر آرایش بشن و با اونا عکس بگیرن. حالا این کارتا رو شانسی شروع میکنید انتخاب کردن. یه نفر از این طرف اینطوری من دیدم. نه روشو چجوری دیدی؟ دیدم آقا این روش اگه چیه؟ اسکلت بود من این چالش میرم. علیرضا اولین چالش ناخونه، اون هر کی بهش بیفته ناخون میکاره. ان شاءالله که علیرضا یه دونه رو انتخاب کن. رو مال من. برگردون. میشه من باشم دومی؟ اسکلته؟ اولین چالش واسه استعدادشو داری یا نه؟ ناخون نداره این. دومی رنگ ناخون ندارم. رنگ نداره واسه برات می‌کنیم. ناخونش کاش واسش یه هلوکیتی براش میشه بذاری؟ صورتی دوست دارم. صورتی هلوکیتی برات می‌ذاریم. خب چون مامان دیده بود روی من. دیدین من دیده بودم. آقا مال منه دیگه. برداشت دیگه نمیشه کاری کرد. سرعت پای من باشه دیگه. آقا بگید منم برم خب. یه دونه دیگه هنوز مونده. آرایش یا لاک؟ الان لاک واسه علیرضا شد. فرشید الان باید آرایش بکنه. خیلی خوشگله. لاک من یکی دیگه نداری. یکی دیگه رو انتخاب ان شاءالله کن. همین. محمد تو امید قسمت آرایش قشنگ میشه. برنامه من نگاه نکن. 1,300 میدم زیری رو بردار. الان بین شما دوتا الان بین من و تو ان شاءالله که صورت هر کی که بهش بیفته باید باید آرایش بیشتر میاد. آقا چه ربطی داره؟ داره شانسه. برین. این دیده بود اصلا به تو هم میفته راضی ام 50 60 تو بردی. این رفت بیرون. خیلی رفت بیرون. خدایی بهت میاد. آقا من میگم دستم این بده بیرون ماهان آرایش کنم. من لباس بریم ادامه آقا ویدیو. رأی‌گیری میخواید بکنید دوباره؟ من آبرو دارم. من آدم تحصیل الان کرده. ناخونا رو اول چیز میکنی؟ خراب میکنی؟ اول زیرساز میکنم مانیکور میکنم شما اینجا بگیر نیستی من دارم. شما دلیل گفتم. من می‌خواستم گرایشم عوض شه من. چه رنگی؟ والا یه قرمز آوردم صورتی نداری؟ نه. تو رو قرآن صورتی بذار. صورتی نه. خجالت بکش مسعی چی نه؟ صورتی نه. تو رو خود نه. قرمز و نار زرد قاطی کنی چه رنگی میشه؟ شما بودی به ما باشگاه؟ کاردستی شماست واقعا با این هیبت یه چه نصف شب بتونیم بگیم خیالش کنیم اول چی میتونم؟ بگیم خیالش کنیم من نمیخوام اینا دارن. یه بازو هم بگیم بازو هم خواهیم. جوراباش هم باب اسفنجیه آقا یه سوالی دارم. اگه که بعداً پاک میکنم بنابراین چی اسمش؟ این افتر شید. نه نگاه کن یه 48 ساعت پودیو نام دارید الان منظورم اینه. محمد جان شغل فرشیدم بگو. شیرپاکن. یه دونه از این پدام به من میدی؟ یه باشگاه اما حساب دارم. چه اثری داره میشه یه باشگاه اما حساب دارم. یه باشگاه از تو حساب میبرم؟ تو که فردا میای باشگاه. خب عزیزم تو کدوم مرحله شما؟ سرایی نداری. شنیدم این سفامات به پایین کنسله. فقط تأجیش جنت رو دارم. عادی خوشت اومد از تطباقا؟ بابا یه بشی که پاکم بشی. مشتی نمیخوام چند نفر توی یوتیوب آرایش کردن با این قد کرد؟
خیلی میاد اشکال نداره الان قوی‌تر از من اینجا تو چه نمی‌رسم اصلا با این نمیشه بیا فرشی تحمل کن ماها با گوشواره زیباست بیا میگه صورتی یواش لنز داره اسم اینا چیه؟ دست جای نذارید نمیدونم با اسم کوچیک صدا کنم بابا چه فقط این بره میمالی؟ این طرف تو زدم قشنگ مالیده اگه به کار من اعتماد نداری نمیشه علی موسوی تو بیارش کن الان میام الان میام چرا دختر کنی؟ چشم آرش کنم بده دیگه چیه منیو سمت چش نری یا بگید چشم بچون نه بابا من حواسم نیست من با بچه شد بچه برای یه دونه خط به من میگی خط چش حساسه بده من خوراکم خط چشم نمیذارم چرا فرشی یه 2 دقیقه آنخما نه آنخماو باشه هرچی حادی اصلا شده نرو رو چشمیه زیرشم آقا زیرشم آقا قرم نزم بذار من کارمو بکنم بلدم رو انجام بدم خدایی ببین آرش میکنه وایسا این ولی یه ذره بلندتره علی موسوی یه نگاه بنداز نه تو باشه چی گفتم دیگه آره خلیجی زدی براش داشت زیرسازی کردی دیگه میسازی زیرسازی خوراک این بچه فشارش افتاد یه دونه از این نقا رو انتخاب کنم آبیه آبی خرابی آبی خراب خوب نمیزنی؟ نه اینا حساسه هی محمد حاجی واقعا به حالی میاد پتانسیل داره بیا اینجا این گوشه که زدم نبوده بزن نه برای خود محمد اگه باید فرستینه نزن یه شاده چیزی بیاد زیر بابا یه پشتی فرشی جان شما لاکتو بزن ببین یه دونه ویدیو یوتیوب 3 تا گندگوز چجوری آوردن 2 تا شما کنید باشه درست ای آقا هادی کارش تموم شد یه دونه شادی چیزی بیاد آقا یه دونه شادی بیاد فهمیدی؟ الان داره به هم میگه 24 ساعت اونو تیکه بندازه بزنه زیر بغل بازم نشستی رو گرون ما عکس لطیف آقا من به یه دست میزنم خسته شدم تو یه دست شکست دستشو پا کنی گاز یکیش پا شد بیایید این وقت اگه میتونی تهدید نکن بارو فقط عمل
الان باید این نقیه معمولی من باختم بعدم باختم. اوج انتقامی که گرفتنی بود بندازنم تو. همینه که ادعای گندلاتی علی میشه. علی بابا با شما نیستم آقا فرشید دارم علیو میگم. چی؟ نه با دارم ماهان رو میگم بابا. ماهان یه آدمی که تو دیروز دالاتی داشتن ولی ممر یه آدمی که تا دیروز ادعالاتی داشتن الان آرایششون کردم، لباس زنونه تنشون کردم. اتفاق برم کش انتقامشون این بود که منو بندازن تو آب. کی باخت داد؟ من یا اینا. 2000 years later. فرشید داشت یه لحظه همه بیاد توجه به علیرضا باشه. چجوری میخوای ریموف کنی؟ به نظر من اون ببین اون با اون همه گندگیش آرایشش کردم خودم. کامل بذاری من چجوری بچه ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. انتقامه شما نه رنگشو برداره، رنگشو برداره ساده باشه. علیرضا جان علیرضا دیگه تمام شد، الان میره تو کار تغییر جنسیت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. انتقام لباس زنون و کتباک و قشنگ گرفتم و لعنت به هر چی ویدیو چالشه 7 بار من انداختن تو. این چالش رو بازم ادامه داره تا ویدیوی بعد. خدا یارو نگهدارتون. آیستا رکوردینگ 12 قسمت 2. آقا من میخوام اینا رو بعدا مچ کنم با هم دیگه. یه دو دقیقه رکوردینگ 12 قسمت 2. نه دیگه من زدم افتاد ساعت یک بسته پشت دارم. حاجی خستم کردی تو رو قرآن. من این ویدیو بگیرم دیگه. ریکوردینگ 12 قسمت 2. چپت کن. اون راستش نبود. اینجا ما فیلم میگیریم فقط برادر. این مری باشه داداش. یه جا ماهان پورت رو سه دارم. رو سه نمیخوام، بیا رو یک که داداش تصویر درست بیفته. بیا داداش 16 ها. بابا آرایش چشمات دومات خوش آب رنگه انشالله بزاقا زفر دومات شده انشالله. به خاطر اینکه دیر وقت میکاپ آرتیستمون و ناخونکارمون دارن میرن مجبوریم دوتا چالش رو یکی کنیم. این دوتا رو همزمان با هم دیگه بگیریم. پاک کردنش هم از این ببر ریکوردینگ 14 بازرگان. اینجوری بگم انگشت تو بازرگان باشه. انگشت وسطه. نه عزیز بازرگان. وایسا دست تکون نده عکسه. شاخ بازی نمی‌بردی دیدی؟ نه شاخ بازی در نیاوردم. دیگه نذار در بیاد. ناخنم سکسی شده. چقدر زیبا شده. بذار واسه تو هم. سیسی من هفته یه وقت هر سال خط دارم زشت قشنگشو مشکی میزنم. محمد خدا لعنتت کنه. میگی تا 3-4 با میمونه. کار سختیه. آقا علیرضا من نکن. چجوری خورما میدارم؟ آقا جان